زندگی مثل یک جاده سنگلاخه. گاهی توی گل میافتی، گاهی چرخات میپره. یه عده رها میکنن، یه عده با همون لباس کثیف و پاشنه‌های سایده دوباره راه میافتن. رازش چیه؟ نه قوی بودنه، نه خوششانس بودن. تصمیمات ریز روزانه است. اون نفسی که وقت خشم عمیق میکشی، اون لحظه‌ای که به جای فحش خاموش میشی، اون لحظه‌ای که به خستگی میگی نه و کار رو تموم میکنی. رواقیون میگفتن درختان بلند با باد یک روز ریشه نمیزنن. تو هم با همین انتخاب‌های کوچولو سنگ محکمی میشی، نه به خاطر طوفان نگرفتن، بلکه چون یاد گرفتی لرزیدن رو هم رقص کنی. رواقیگری یعنی مثل آهنگر زندگی رو توی کوره ساختن. اونا نه از درد میترسیدن، نه از دنیا میدونستن کنترل واکنشت تو دست خودته. مثل اون راننده‌ای که میدونه بارون رو نمیتونه متوقف کنه، ولی چراغاشو روشن میکنه و آهسته رانندگی میکنه. سنکا، فیلسوف رواقی، رازش رو اینطور میگفت: چیزهای بیرون تو رو شکسته نمیکنه، چطور بهشون نگاه میکنی میشکنتت. یعنی دنیا میتونه تو رو بشکنه، ولی تو تصمیم میگیری خورد بشی یا تبدیل به بلور. حالا یه سوال واقعی بپرس: اگه امروز فقط یه تصمیم کوچیک بگیری که فردام تکرارش کنی، کدومشه؟ جوابش جایی تو کتابا نیست، توی اون لحظه است که بیدار میشی و به جای گلایه سپاس میکنی. توی اون ثانیه است که دلت میخواد فریاد بزنی ولی میخندی. اینجا وسط زندگی واقعی تو شکست ناپذیری متولد میشه. پس کدوم تصمیم کوچیک امروز رو از دیروز متفاوت میکنه؟ شماره 1: تصمیم میگیرم امروز رو با تشکر آغاز کنم. صبح چشاتو باز میکنی، صدای بارون رو میشنوی، از پنجره نگاه میکنی و دلت میخواد فریاد بزنی دیگه نمیتونم. اما یه رواقی حتی تو این لحظه یه نفس میکشه و میگه سیاهی این بارون یه روز گرده های گل رو زنده میکرد. تشکر نه یک کلمه زیبا، بلکه یک سلاحه. نه برای جلب خوشبختی، برای شکستن اسارت ناامیدی. مثل اون مردی که بعد از دست دادن شغلش هر صبح یه چیز کوچیک رو مینوشت: امروز یه قهوه داغ داشتم. اون قهوه یه جنگ بزرگ بود. رواقیون میگفتن چیزی که داری بیشتر از چیزیه که نداری. اگه هر روز یه چیز کوچیک رو ببینی که زنده کننده است، حتی یه آواز بیرون از پنجره، یه لبخند بیدلیل، تو دیگه نمیتونی از خودت بیخبر باشی. مثل اون زنی که بعد از طلاق هر روز یه دونه گل و کنار پنجره میذاشت. چرا؟ چون میخواست یاد بگیره زندگی حتی وقتی تو گوشه ای از خرابی هستی هنوز میتونه زیبا باشه. فقط باید دیدنش رو یاد گرفت. رواقیون نمیگفتن همه چیز خوبه، میگفتن همه چیز میتونه معنا داشته باشه، حتی وقتی دلتنگی تو بیرون نمیکشی. سنکا میگفت نه من، نه دنیا، نه خدا. هیچ کدوم از ما نمیتونیم چیزی رو کنترل کنیم مگر اینکه چشمهات رو ببندی و ببینی چه چیزهایی توی تاریکی هنوز مونده. تشکر اینجا یه حرکت علیه بی‌معناییه، یه جنگ نرم، یه سکوت شجاعانه که میگه من اینجا هستم و هنوز چیزی برای دیدن دارم. پس امروز وقتی صبح بیدار میشی و دلت میخواد بگی همه چیز اشتباهه، یه لحظه توقف کن. یه چیز کوچیکو پیدا کن. یه صدای بارون، یه قهوه، یه چشمانی که گفتن سلام. چون اینجا توی این لحظه های ساده تو دیگه قربانی نیستی. تو شاهد زیبایی‌هایی هستی که دنیا نتونسته پاک کنه و این همینه که تو رو شکست ناپذیر میکنه. شماره 2: تصمیم میگیرم از کسی که منو بهتر میکنه فاصله نگیرم.
تو یه روز بیدار میشی، احساس میکنی مثل یه تیغ کهنه هر کاری که میکنی خودتو میبری. اما یه نفر هست، یه دوست، یه معلم، یه پدر یا مادر که فقط با یک نگاه تو رو دوباره زنده میکنه. نه با سخنرانی، نه با پیام، فقط با حضورش. رواقیون میدونستن انسان‌ها مانند آینه های زنده هن. اگه کسی تو رو میبینه و میگه تو قوی تر از اونی هستی که فکر میکنی، این یه تحسینه، این یه بازگشت به خودته. مثل اون پسری که بعد از جنگ هر شب به دیدن یه پیرزن میرفت. اون زن هیچ چیز نمیگفت، فقط یه نان میداد و میخندید. پسر میگفت اون خنده کردن یادم داد که هنوز میتونم خوشحال باشم. اولین قدم شکست ناپذیر اینه که بگذاری کسی که تو رو دوست داره تو رو ببینه. رواقیون نمیگفتن همه باید دوستت باشن، میگفتن همه نمیتونن دوستت باشن، ولی یه نفر که میتونه یه جهانه. اونا میدونستن که رابطه های واقعی مثل آتیش یه کوره قدیمی هن. نه زود میسوزن، نه راحت میخوابن، اما اگه یه بار روشن بشن برای همیشه گرما میدن. مثل اون زنی که بعد از مرگ شوهرش هر روز یه خط به دفترش مینوشت. امروزم به یادش خندیدم. چرا؟ چون عشق واقعی با فاصله نمیمیره، بلکه توسط ترک کردنشه. چه کسی میتونه تو رو تغییر بده؟ نه کسی که میگه تو باید قوی تر باشی، بلکه کسی که با حضورش تو رو اجبار نمیکنه، فقط میگه من تو رو میبینم. مارکوس اورلیوس میگفت اگه کسی تو رو بهتر میکنه، نه به خاطر تغییرت، بلکه به خاطر اینه که تو رو میشناسه. اونو از دست نده، چون این یه رابطه است. این یک بازگشت به اصل توه. پس امروز وقتی دلت میخواد از اون نفر فاصله بگیری، چون خسته ای، چون نمیدونی چطور تشکر کنی، چون فکر میکنی خودم رو باید تکیه‌گاه کنم، یه لحظه بایست، بپرس اگه این نفر نبود من امروز چه کسی بودم؟ چون شکست ناپذیری نه تنها از تنهایی میاد، گاهی از اینکه بذاری کسی تو رو دوست داشته باشه. شماره 3. تصمیم میگیرم امروز یه کار کوچیکو که از قبل انجام ندادم انجام بدم. صبح چشاتو میبندی و میگی فقط یه روز دیگه. پنجره‌ای که یک ماه باز نکردی، پیامی که یه هفته است دستته ولی نمیخونیش، کتابی که از سال گذشته روی میزه و هنوز یه صفحه‌شو نخوندی. تو فکر میکنی اینا بی اهمیتن، اما رواقیون میدونستن که هر کار ناتمام یه صدای خفیف توی روحه، مثل یه چراغ که همیشه میچرخه ولی هیچ کس نمیفهمه چرا. مثل اون مرد مسنی که هر روز یه دونه گل کنار پنجره بیمارش میذاره، نه چون امید داشت، بلکه میخواست خودشو یاد بگیره که هنوز میتونه چیزی بسازه. رواقیون تصور نمی کردن که باید بزرگ کار کنی. میدونستن اگه توی تاریکی یه حرکت کوچیک هم بکنی، اون حرکت نور میسازه. مثل اون زنی که بعد از طلاق هر روز یه جورایی لباسشو میشست، نه چون دوست داشت، به خاطر اینکه میخواست بگه من هنوز زندم. این کارا بزرگ نیستن، اما خودشونو میسازن، چون وقتی یه کار کوچیکو انجام میدی، تو دیگه منتظر تغییر نیستی، تو خودت تغییر میشی. مارکوس اورلیوس مینوشت هر روز یه کار کوچیکو انجام بده که دیروز نکردی. این راهیه که انسان از خودش فرار نمیکنه. این نه یه تکلیفه، یه جنگ آرومه. مثل یه سربازی که تو کویر هر روز یه قدم جلو میره، نه چون میدونه کجا میره، به خاطر اینکه اگه بایسته میمیره. تو هم اگه هر روز یه کار کوچیکو انجام بدی، حتی اگه فقط یه چای داغ بخوری، یه پنجره رو باز کنی، یه پیام بزنی، تو دیگه یه انسان منتظر آینده نیستی. تو یه انسان سازنده هر لحظه‌ای هستی که داری. پس امروز
وقتی دلت میخواد بگی بیفایده است، یه لحظه بایست. به اون کار کوچیکی که هنوز نکردی نگاه کن. نه به خاطر اینکه باید، نه به خاطر اینکه میخوای، بلکه چون اگه این کارو نکنی تو دیگه خودتو نمیشناسی. شماره 4. تصمیم میگیرم امروز یه بار چیزی رو که دوست دارم بدون دلیل انجام بدم. صبح چشاتو باز میکنی، دلت میخواد یه آهنگ بزنی ولی میگی زمان ندارم. یه قدم بیرون میری ولی میگی چه فایده ای داره. یه لبخند میزنی به یه بیگانه ولی میگی کی دیده بشه. رواقیون نمیگفتن همه چیز باید معنا داشته باشه. میگفتن اگه زندگی فقط برای دلیل باشه، اون وقت ترس و حساب و کتاب روح رو میخورن. مثل اون مردی که هر روز یه بار بدون دلیل یه گل به یه کودک بیچاره میداد. کودک نمیفهمید چرا. مردم نمیگفت چرا. فقط میگفت چون گل یادم میده که هنوز میتونم زیبایی بسازم. رواقیون میدونستن خوشبختی نه هدف زندگیه، بلکه علامت زنده بودنه. اونا از تلاش برای خوشحال بودن خسته بودن. میخواستن لذت رو بدون دلیل تجربه کنن. مثل اون زنی که بعد از مرگ دخترش هر روز یه بار یه سرود کودکانه میخوند. نه برای گریه، نه برای یادآوری. فقط چون صداش یه گرمایی داشت که دیگه نمیتونست جایگزین کنه. سنکا میگفت زندگی اگه فقط برای فایده باشه یه زنجیر است، اما اگه یه لحظه هم بدون دلیل بخندی، اون لحظه آزادیه. تو فکر میکنی باید هر کاری رو با هدف توجیه کنی، اما رواقیون میدونستن وقتی یه کار رو بدون دلیل انجام میدی، تو دیگه به دنیا نیاز نداری که تو رو تایید کنه. مثل اون پسری که هر شب قبل خواب یه بار با دستش روی دیوار میکشید، نه چون دوست داشت، نه چون خسته بود، فقط چون صداش مثل یه قلب آروم بود. اون صدای کوچیک یه جایی بود که دنیا نمیتونست بهش برسه. اونجا اون آزاد بود. پس امروز وقتی دلت میخواد یه کاری رو انجام بدی، یه آهنگ، یه قدم، یه لبخند، یه چای داغ بدون دلیل، به جای اینکه بپرسی چرا، بپرس اگه نکنم این لحظه رو از دست میدم. چون شکست ناپذیری نه فقط از تحمل میاد، گاهی از اینکه یک لحظه بدون دلیل خودت رو بذاری توی زندگی میاد. شماره 5. تصمیم میگیرم از شکستام درس بگیرم، نه خودم رو مجازات کنم. صبح چشاتو باز میکنی، دلت تنگه. انگار دیروز یه جعبه رو باز کردی و پول نبوده توش، فقط یه برگه یه نوشته تو نتونستی. مثل اون زن آشپز که هر شب غذای جدید میپخت و هر شب همسرش میگفت بازم غلیظ بود. اولش دستمالو میکشید و زیر لب میگفت من هیچی نمیتونم درست کنم. بعد یه روز فهمید رواقیون میگفتن شکست دشمن نیست، معلم رشده. اون زن دیگه دستمال نمیکشید. یه دفتر کوچیک گرفت و نوشت چرا غلیظ شد؟ آب کم ریختم، آتیشش زیاد بود. مثل اون پیرمرد خیاط که پارچه های پارش رو نمیسوزوند، اونا رو میچسبوند و میگفت هر پارگی یه درس برای دوخت بعدیه. رواقیون نمیخواستن آدما قهرمان شکست بشن، میخواستن کاوشگر اشتباه باشن. اونا مثل ماهیگیرایی بودن که وقتی قلاب خالی میومد نمیگفتن دریا منو دوست نداره، میپرسیدن کجا، چطور، چه ماهی. مثل اون جوانی که بعد از شکست کسب و کارش هر شب یه سوال میپرسید امروز کدوم قدمم جاده رو منحرف کرد؟ نه برای دلخوری، برای نقشه کشی دوباره. سنکا میگفت درختان کهنه نمیشکنن، زخماشونو با لایه‌های جدید پوشوندن. تو هم باید زخمات رو درس ببینی، نه شرم. شکست ناپذیری نه یعنی هیچ وقت نیفتی، یعنی وقتی میافتی مثل اون کشاورزی باشی که میدونه خاک خوش تنها یه پیام میده،
آب بده، نه دعا. رواقیون میگفتن دنیا بهت آسیب نمیزنه، فقط نشون میده کجا باید قوی تر شی. مثل اون مادری که بعد از مرگ پسرش به جای اینکه بگه چرا من، پرسید چطور میتونم درد این خونه رو به کسی بگم؟ اون سوال از یه زن شکسته یه مشاور درد ساخت. پس امروز وقتی شکست تو حس میکنی، به جای اینکه بپرسی من چقدر بد بودم، بپرس این شکست کدوم کلید دری رو به من داد که قبلا نمیدیدم. چون شکست ناپذیری مثل کوهی نیست که هیچ وقت ترک نخورده. شکست ناپذیری مثل درخته، هر زخمش یه حلقه جدیده که میگه من زنده ام و رشد میکنم. شماره 6. تصمیم میگیرم از ترسام سوال بپرسم، نه از اونا فرار کنم. صبح چشاتو باز میکنی، دلت میخواد زنگ ساعتو خاموش کنی و زیر پتو پنهان شی. صداش میاد. اگه نتونی اون کارو انجام بدی چی؟ اگه همه بخندن چی؟ مثل اون مرد خجالتی که هر صبح ایستگاه اتوبوس رو میدید و میلرزید. میترسید بپرسه آیا این اتوبوس میره محل کارم؟ چون فکر میکرد اگه اشتباه بپرسه انگار گم شده. رواقیون میگفتن ترس مثل یک سایه است. نمیتونی ازش فرار کنی، ولی میتونی از روشنایی بپرسی که چرا این سایه هست. اون مرد یه روز نفس عمیق کشید و پرسید این اتوبوس کجا میره؟ و فهمید ترس از ناشناخته ها وقتی با سوال روبرو بشه به راهنمایی تبدیل میشه. رواقیون از ترس نمی ترسیدن. می دونستن ترس یه نامه‌رسان مرموزه که فقط سوال کردن ظرفیتش رو باز میکنه. مثل اون زن معلم که می ترسید بچه ها دوستش نداشته باشن. به جای اینکه کلاس رو ساکت نگه داره، یه روز پرسید چرا من انقدر از لبخندتون می ترسم؟ تو دفترش نوشت شاید ترس از قضاوت نشون میده دلم میخواد واقعی باشم، نه کامل. اون شب دیگه به جای ترس یه سوال داشت: چطور میتونم اینجا باشم بدون اینکه حالم رو پنهان کنم؟ اپیکتتوس میگفت چیزی که ترس رو زنده نگه میداره نه وجودش بلکه سکوت توست. وقتی سوال کنی ترس مجبور میشه جواب بده و اونجا قدرتش میمیره. مثلا ترس مادری که دخترش اولین بار میرفت مدرسه. اولش دستش رو رها نمی‌کرد. بعد پرسید این ترس داره به هم میگه چه چیزی رو دوست دارم. فهمید ترسش عشق پنهانی بود که نمیدونست چطور بیان کنه. رواقیون میگفتن دنیا ترس ها رو نمیسازه. تو با سوال نپرسیدن اونا رو زنده نگه میداری. مثل اون کشاورزی که میترسید بارون نیاد. به جای ناله زمین رو کند و پرسید اگه بارون نیاد چه کشتی میتونم بکارم که با خشکیم رشد کنه؟ ترسش به دانش تبدیل شد. پس امروز وقتی ترس جلوی راه تو میگیره، به جای اینکه بپرسی چطور ازش فرار کنم، بپرس تو چه چیزی رو میخوای از من محافظت کنی؟ چون شکست ناپذیری مثل دریا نیست که طوفان نبینه. شکست ناپذیری مثل کشتی سازه. هر بار که ترس رو سوال میکنه یه قطعه جدید به کشتیش اضافه میکنه تا آخر سر بتونه حتی توی طوفان هم به بندر برسه. پایان راه آغاز قدرته. زندگی مثل جاده‌ایه که هر روز با یه تصمیم کوچیک یه سنگ تازه تو مسیرت میذاره. رواقیون نمیگفتن کوه‌ها رو جابجا کن، میگفتن با هر قدم خودت راهت رو بساز. وقتی شکر میکنی، وقتی با ترس هات روبرو میشی، وقتی شکست هات رو معلم خودت میکنی، اون وقت دیگه دنیا تو رو شکل نمیده. تویی که معنای دنیا رو از نگاه خودت میسازی. این پایان داستان نیست. شروع توییه که یاد گرفتی حتی در میانه طوفان ریشه بدوونی. فردا صبح وقتی چشماتو باز کردی فقط از خودت بپرس امروز کدوم تصمیم کوچیک منو به خود واقعیم نزدیکتر میکنه؟ چون شکست ناپذیری یه مقصد دور نیست، یه عادت روزانه است که در هر نفس دوباره انتخابش میکنی.